مخلص بود. این قطار رو نشون بده درت میره. اینجا چرا خاصه مهندس؟ والا مجموعه ایران مال نشون بده. نگاهش اینه که فقط تجاری نی، یه مجموعه کامله، یه مجموعه کامل و یه کامپلکسی که فرهنگی، ورزشی، تفریحی و از همه مهمتر این که تمام این امکانات رایگان برای کلیه بازدیدکنندگان قرار گرفته. حالا این کتابخونه جندی شاپور واقعا فخر کتابخونه های کشور به نظر من. برو کتابخونه چه عظمتی، تمام چوبه. اینجا سعی شده که این سبکی باشه که خب بازدید کننده اون حس فرهنگی بودن فضا رو حس بکنه. سقفی بی ستون، بله، چه ارتفاع و چه دهن سقفی. حالا جدی قابلی تحسینه. انگار من یه همچین فضایی تو آمریکا دیده بودم، یه کتابخونه دقیقاً همین تو این شب. جالب اینه که اون سمت که میریم یهو معماری عوض میشه، میریم تو معماری اصفهان میریم. اون بالا میشه رفت یا اون بالا میشه رفت؟ اون بالا چیه؟ پله ها رو که بریم اونجا هم کتابخونه است. خب بریم تو بالا ببینیم چه خبره. بیا تو. بعد میریم تو اصفهان. بعد میریم یا تو اصفهان. کاش که اول میرفتیم تو اصفهان بعد میریم. یا دلتنگی نکن، برگردیم اول بریم اصفهان بعد بریم پله را روسته را. وقت اینجا چه کتابایی هست؟ همه چی دیگه. سعی کردن که یه مجموعه جامع و کاملی باشه برای بازدید کننده. حالا یه عده‌ای هستن که از شهرستان میان تهران دنبال یه فضایی میگردن برای اینکه تفریح داشته باشن. اینجا هم تفریحی و هم فرهنگی. بفرم. شما ستون سنجی اینجا که میره بیرون فرض بفرمایید شکل دیگه اسم میشه بریم از اینجا تو سلام میتونیم بیام تو. سلام حالش بخیر. بفرم. بله هماهنگ کردیم. بفرم. سلام خیلی دوستتون دارم. دمش واجب سلامتش. ارزون بفروشید. چشم. ماشین ما همه ارزونه. از این بالا اون پایین نشون. این همه درس خون تهران داره. کتاب رو بزنیم چیه؟ کلیسای ارامه چیه؟ اخلاق در 6 دینه جا. بیا از زهرانشون بری سلام حالشون خوب. ببینید آقای مخلص پور دقیقاً اینجا انگار برای مردم طراحی شده. بیا بشینه توی فضای رایگان، کتاب بخونه بده، کتابشو بخونه. نه بخونه کتاب خونه. آره فقط شنگیه. خیلی کتاب هست. وقت مثلا یکی این کتاب رو بخواد پیدا کنه چطوری پیدا میکنه که کجاست؟ اطلاعات داره پایین میتونن برن بپرسن. از همین ور برو تو از اون ور بیه. توضیح داره. از اون ور میاد ارتفاع از اینجا نشون بده. اون ورش به هم وصله به اون طرف. بله اون ورم یا هم وصله همش. من میگم از همین ور بریم. از این ور بریم از اون ور بیان. بیان تا بریم. تند بیان فقط. آره چوبیه که خیلی سیرن. یه معماری خاص این از اینجا مثلا چی؟ میفرمایید حجم کتابا چی؟ حجم این کتابا واقعا حجمیه که هر کسی توی تهران اهل مطالعه باشه توی کشور به راحتی میتونه اون چیزی رو که نیاز داره اینجا پیدا بکنه، استفاده کنه به زبانهای خارجه. و از همه مهمتر این که یه فضای پر از آرامشی رو برای بازدید کننده داریم با معماری خاص خودش. یه حس و حالی خاصی داره. این چوبا که راه میره انگار مثلا رفتی تو قرن انگار انگلیسی. آره معماریش انگار انگلیسیه دقیقاً. حالا این تزئیناتش، دیزاینش. قسمت جالب اینه که این پشت فودکورت ملله که دقیقاً به سبک
کشورهای اروپایی طراحی شده. همینجاست؟ بله. خب حالا میری اینجا در واقع ما تهران قدیم هم داریم، اصفهان داریم، نه بابا تبریز هم داریم. اروپا را